Angela, do you see me? Angela, have control you. Angela have control you. 7 people. برای سلام، چطور؟ خوش اومدید میبینید. همینجور از تاملین این ویدیو دیدید. امشب قراره چالشه آنجلا رو با هم انجام بدیم که ببینیم آیا حقیقت داره یا همش خالی بندیه. قبل از هرچی ممنون میشم چرا ما رو سابسکرایب کنید. قبل اینکه بریم سراغ چالش آنجلا میخوام بهتون بگم که چه داستانایی و چه ماجرایی پشت این بازی مخفی شده و آنجلا رفته توی لیست بازی خطرناک و ممنوعه. سالها پیش در سال 2014 اگه برید داخل گوگل سرچ کنید اسم شرکت سازنده این بازی رو براتون میاره. توسط این شرکت ساخته شد و تونست در مدت کمی مشهور بشه و درآمد زیادی از این بازی به دست بیاره. یه بازی ساده، یه گربه دختر یه صندلی نشسته بوده و هرچی بهش میگفتی تکرار میکرده و یه بازی سرگرم کننده بود و در مدت کوتاهی محبوب شد و درآمد زیادی از این بازی به دست آوردن. و در سال 2015 سازنده این بازی اومدن نسخه جدیدش رو انتشار کردن. این بازی بیشتر محبوب میشده و درآمد زیادی به دست می آوردن. نسخه 2 آنجلا که آپشن‌های جدیدی بهش اضافه شده بود، یه بچه گربه باش بازی می‌کردی تا این گربه رو بزرگ و بزرگتر بکنی و یه جورایی خیلی سرگرم کننده برای بچه‌ها و حتی نوجوانا. خیلی از بزرگسالا هم این بازی رو نصب داشتن روش برای گور زدن آبجیشون یا برای اینکه کاراتون رو لو نده این بازی رو نصب می‌کرد که بهش بدین بازی کنه و گلش بزنیم. خلاصه به این کاری ندارم. و بعد چند وقت که این بازی همینجور رو به پیشرفت بود، در سال 2016 نسخه 3 آنجلا منتشر کردن و آپشن‌های جدیدتری بهش اضافه شد. ماجرای عجیب این بازی مربوط میشه به نسخه اصلی این بازی، یعنی نسخه اولش. یه دختر بچه در حال بازی کردن با این گربه بوده، هرچی بهش میگفته و تکرار میکرده و سرگرم بوده و به محض اینکه شب میشه و دختر بچه که حرف میزنه و گربه تکرار میکرده یه اتفاق عجیبی میفته که آنجلا ازش یه سوالاتی میپرسیده و دختر بچه رو گمراه میکرده. ازش میپرسیده که چند سالته و خونتون کجاست، آیا تک فرزندی یا خواهر و برادر دیگه هم داری. و این دختر بچه که چیزی از این بازی نمیدونسته سوالات آنجلا رو جواب میداد و بعد از چند مدت دختر بچه به نام الی که در حال رفتن به مدرسه بوده یهو چند نفر با ماشین میزنند کنار این دختر و این دختر میدوزدن و مامان بابای الی که خیلی ترسیده بودن و شوکه شده بودن میان این قضیه برای پلیس توضیح میدن و پلیس هم سریع پیگیر این ماجرا میشه. پلیس وقتی شک میکنه به گوشی این دختر میاد گوشیشو چک میکنه و میبینن یه سری پیام های عجیبی توی گوشه دختر بچه اومده و وقتی که میان بازی آنجلا رو باز میکنن و میبینن سوالاتی که آنجلا از الی پرسیده و آدرس دقیق مدرسه رو بهش داده و این بازی در یوتیوب، گوگل و اینستا و بقیه شبکه‌های اجتماعی زود خبرش پخش میشه و میگن که داخل بازی آنجلا هکر مخفی شده و بچه ها رو میدوزن. و بعد این موضوع که خبر آنجلا همه جا پخش میشه که میگن داخل چشماش هکر مخفی شده و از پشت گوشی شما رو میبینه و آدرس خونتون رو پیدا میکنه. 5 تا پسر بچه که کنجکاو میشن که ببینن آیا این بازی حقیقت داره یا فیکه میرن این بازی رو نصب میکنن. من همینجا ازش سوال میپرسیدن و آنجلا جواب میداده. به محضی که شب میشده انگار که آنجلا بیدار میشد. این 5 نفر ازش داشتن سوال میپرسیدن یهو آنجلا به جای اینکه سوالشون رو تکرار کنه جواب سوالشون رو میده و پسر بچه‌ها خیلی ترسیده بودن و شوکه شده بودن. داخل چت آنجلا که داشتن باهاش حرف میزدن میان آدرس خونه‌شون رو میدن و چند روز بعدش که خبر میاد 5 تا بچه توی راه مدرسه دزدیده شد. داستان دزدیدن بچه‌ها اینجا تموم نمیشه.
یه پرونده دیگه که از یه دختر بچه دیگه بوده هنوز فاش نشده. این 7 نفر بچه به قتل رسیدن و هیچ وقت پیدا نشدن. اگه شما وارد بازی آنجلا بشید، اول که یه صفحه صورتی میاد دقیقا اون پایین، بعد از اسم شرکت بازی نگاه کنید یک عدد میبینید، عدد 7. درست همین رقم کشته شده بازی آنجلا بوده. و نمیدونم این ماجرا حقیقت داره یا همش خرافاته، دیگه قضاوت با خودتونه. خب بچه ها، ساعت دقیقاً 11 شبه و برم سراغ یک گوشی دیگه، چون با این گوشی خودم دارم ویدیو میگیرم، باید یک گوشی دیگه پیدا کنم. حتی ساعتهای 3 صبح باید منتظر بمونیم. حاجی اگه این قضیه جدی باشه بلند میشم همین بغل شک میزنم حاجی. خب بچه ها میریم که تا ساعت 3. خب برایس، چند روز پیش من از هوش مصنوعی تلگرام درباره آنجلا پرسیدم و یه پاسخ عجیب غریبی بهم داد. بعد پاسخ هوش مصنوعی خیلی شوکه شدم. بریم با هم ببینیم که چیا گفت. ترکینگ آنجلا یک برنامه حیوان خانگی مجازی است که دارای یک شخص گربه انسان نما است. این برنامه به کاربران اجازه میدهد با آنجلا که به فرمان لمسی و صوتی پاسخ میدهد تعامل داشته باشد. او گفتار و اعمال کاربر را تقلید میکند و یک تجربه بازگوش و تعاملی ارائه میدهد. خب شاید بگین این کجاش دارک و عجیبه، و اما اگر یکم بریم پایین‌تر پاسخ هوش مصنوعی میبینیم که چه چیزای عجیب غریبی گفت. با این حال ترکینگ آنجلا در طول سالها موضوع بحث‌ها و گمان زنی‌ها بوده است که عمدتاً حول نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، دادا و محتوای نامناسب میچرخد. خب ماجرای عجیب‌ترش برمیگرده به این داستان که هکرهای پشت بازی آنجلا میخواستن به این خانواده صدمه بزنن و دخترشونو بدزدن. بریم ببینیم که تو مصاحبهشون چیا گفتن. So like someone was behind the eyes watching you at all times, even if you're off the app and your phone's off. The kids are really sending us messages almost daily about Talking Angela. خب برای من بالاخره یه گوشی پیدا کردم که اگه چیزی شد به چخ نرم. الان ساعت 3:04 صبح. خب من بازی آنجلا رو هم روش نصب کردم. خب برای یه چیزی رو نوشته میگه دسترسی میکروفون رو ازتون میخوام. ما خب بهش میدیم. بچه‌ها جی پی اس هم روشن کردم که اگه خواست آدرسم پیدا کنه راحت پیدا کنه آدرس خونم. این مدت داشتم چند تا سوال برای آنجلا پیدا میکردم که ازش بپرسیم ببینیم آیا جواب میده یا های آنجلا. های آنجلا. چرا دیر جواب میده؟ های آنجلا. Angela, do you see me? 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 تو رو خدا جواب بده. Angela, do you see me? Angela, how controls you? Angela, how controls you? Angela, how controls you? How controls you? فکر کنم ایستگاه شدیم. هرچی میگم تکرار میکنه اصلا جواب منو نمیده. یا شاید من دارم خیلی تند حرف میزنم. بذار شماره بپرسم ببینم جواب میده یا نه. Angela,
How controls you? Angela, how controls you? Angela, how controls you? Angela, how controls you? Angela, how controls you? Angela, how controls you? How controls you? How controls you? چرا جواب نمیدی؟ Do you see me, Angela? Angela, Do you see me, Angela? do you see me, Angela? فکر کنم ایزگاه شدیم هرچی میگم اصلا جواب نمیده. Angela. English or Persian. هر کی تکون خور گی. Baby, you got something in your nose. Sniffing that cake. خب من همینجور داشتم سوال ازش میپرسیدم و اون سوالای منو تکرار میکرد و هرچی تایم میرفت بالاتر یه اتفاق عجیبتری میافتاد. Angela, what time? What time? What time? What time? Angela, what time? Angela, what time? What time? Time. What time? Angela, 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 what time? Do you see me, Angela? Do you see me, Angela? Do you see me, Angela? See me, Angela? Do you see me? 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 Yes, I see you too. گفت yes. حاجی گفت yes. باورم نمیشه حاجی. ضربان قلبم رفت بالا وقتی گفت yes. گفتم ازش منو میبینی؟ گفت yes. گفت آره. شما باورم نمیشه. بذار ازش سوالات بیشتر بپرسم ببینم جواب میده یا نه. Angela, how controls you? Angela, how controls you? حاجی باید شمرده ازش سوال بپرسه جواب بده. تند سوالاتو بپرسی جواب نمیده. بذار همون شماره ببینیم جواب میده یا نه. Angela, how controls you? Angela, how controls you? How controls you, Angela? The same one. پشما پشما نفهمیدم چی گفت. من ترجمه کنم این پایین براتون می نویسم چی گفت. من ازش پرسیدم که تو رو کنترل میکنه، جواب سوالو داد. یه چیزی گفت من نفهمیدم معنیشو. پشما موجی حاجی دارم ازش میگم چند نفر رو کشتی. اگه بگه همون 7 نفر چیزی برام نمیمونه. Have money people ship. Have money people ship, Angela.
money people ship Angela. Have money people ship Angela. Have money people Have money people ship Angela. ship Angela. 7 people. گفت 7 یعنی همون 7 نفر. بازی باورم نمیشه. مربوط میشه به اون 7 تا بچه که دزدیده شدن. Are you evil Angela? Evil Angela. Are you evil Angela? Angela. Are you evil Angela? Angela. Are you evil Angela? Evil Angela. Are you evil? Evil. Are you evil? Evil. Are you evil Angela? Yes, I'm the devil. بچی پشمام داره جواب همه سوالاتمو میده. یه مدل حرف زدنش عوض میشه، جواب سوالو میده. ازش راجع به الی بپرسم ببینم جواب اونا رو میده یا نه. بچه من یه تلفظ اینا رو دارم اشتباه میگم دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. ساعت 3 صبح منم کلا مغزم خوابه. Angela, you killed Ellie. Angela, you killed Ellie. You killed Ellie. Angela, you killed Ellie. Killed Ellie. Angela, you killed Ellie. You killed You killed Ellie. 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 You killed Ellie, Angela. You killed You killed Ellie, Angela. Ellie. Yes, this was his fate. بازی رو گفت yes. زربان قلبم رو بالا نمیدونم دیگه ادامه بدم. گفت yes یعنی این رو کشته دیگه. شب من اصلا نمیدونم چجوری بخوابم قبل این چالش. مثلا چی خوابم میبود الان نمیدونم چجوری بخوابم. خب برعکس ممنون که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. ممنون میشه اگه کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و هر هفته ویدیوهای ترسناک و ولاگ‌های هیجانی میذاریم. تا یه ویدیو دیگه. پیس اوت.